سلام دوستای نهایت ارجمند، امیدوار هستم صحت، سلامت و عافیت باشین. مطمئن هستم اکثر از دوستا شاید حد زده باشن که دلیل ناگهانی ظاهر شدنم در این ویدیو امروز چی خواهد باشه. بله دوست عزیز، خواستم به ارتباط تصاویری که طی چند روز تقریبا در اکثریت از سایت های اجتماعی به دست نشر سپرده شده چند کلمه صحبت داشته باشم. دوستای عزیز، اگر شما به یاد داشته باشین چند ماه قبل دقیق از امروز یک تصویر دیگه ما به همین شکل در تمام سایت های اجتماعی به دست نشر سپرده شده بود که حکایت از ربوده شدن و یا اختطاف شدن ما به دست یکی از گروه های جنگی در داخل افغانستان میکرد که فضل خداوند حقیقت نداشت و به دعای شما عزیزا ما سلامت و صحت هستم. دوستای عزیز، با فهمیدن و درک این موضوع فکر نکنم که دیگه نیاز باشه در مورد همچون مسائل احمقانه بالخصوص برخواسته از عقده‌های شخصی و رقابت‌های غیر سالم صحبت شود و یا اهمیت داده شود. عزیزان، مطمئن باشین که دامن زدن همچون مسائل به شخص خودم خیلی عادی است و هیچ اهمیت نداره، چون زمانی که ما پا در عرصه هنر گذاشتم و این مسلک به اصطلاح برای خود انتخاب کردم، ما از قبل پیش بینی کرده بودم که همچون مسائل و یا کارهای کلش امکان پذیر است و پیش بینی شده بود. ولی یک چیز دیگر هم باید فراموش نکنیم که با دامن زدن همچون مسائل شما خود هنرمند نه، بلکه فامیل و خانواده را میرنجانید و یک شخصی که به فامیل خود و خانواده خود احترام قائل باشه هیچ وقت همچون مسائل دامن نمیزنه و کاملا درک میکنه که باید چی کرد. برحال یک موضوع جالب دیگر البته با استفاده از موقع میخوام صحبت کنم و اوی است که طی همین یکی دو روز ما پیام‌های بیشمار از دوستا، علاقمندا و هنرمندای عزیز که دوستای خیلی خوب ما هستن، نامشون البته نمیگیرم، حاصل کردیم و اکثریت پیام‌های از اینا و صحبت‌های از اینا بالای همین موضوع میچرخید یا بالای همین تصاویر میچرخید. چیزی که برای من زیاد جالب تمام شد ای بود که چند هنرمند یا آوازخوان عزیز از من خواسته بودن که من تصاویر از طریق صفحه خود نشر کنم و صحبت‌های داشته باشم. فقط عزیزا برای شما میخوایم بگویم که انگامی که مردم عام همچون مسائل دامن میزنه تا یک حد اندک قابل درک است، ولی وقتی که یک آوازخوان همچون مسائل دامن میزنه من فکر کنم که درک موضوع متفاوت میشه. بیاین عزیزا رقابت سالم نگاه کنیم، چون ما همه ما در یک کشتی سوار هستیم. خب عزیزا، به هر صورت یک موضوع دیگه هم است که بیشتر در لابلای پیامایی که ما حاصل کردیم از پیش ما سوال شده و اویی است که چرا ما بیشتر در مسائل سیاسی دخیل نیستیم و یا همچنان در مسائل عاطفی. فرض مثال ما تصویر نمیگذارم که کمک کرده باشم برای شخص یا یک شخص بیچاره رو پلی خود استاد کرده باشم، تصویرش گرفته باشم همراه خود که یک بوجی آرد برش دادیم. به هر حال اول ای که دوست عزیز، ما یک آوازخوان هستم و وظیفه من خدمت به هنر است. در بخش انترتینمنت من سیاست مدار نیستم که در مسائل سیاسی دخیل شم و راستیش علاقه‌مندم نیستم. و دومی که چرا من در مسائل عاطفی خود دخیل نمیکنم و یا به اصطلاح من چرا همکاری نمیکنم کسی را و یا تصویر نمیگذارم از همکاری‌های خود، از امداد که میرسانم برای کسی. اویی از دوست عزیز که من هیچ وقت نمیخوایم مجبوریت کسی را وسیله تبلیغات خود بسازم، چون فکر میکنم که یکی از کارهای خیلی نامردانه در حق اون شخص خود بود که تو برش همکاری میکنی و بعد تصویرش هم میگذاری در رسانه برای اینکه نمایش بدی. کار نمایشی اصلا دوست ندارم دوست عزیز. ای که همکاری میکنم یا نمیکنم ای را هم نمیخوایم بگویم برای شما عزیزا، چون وقتی که اگر کسی برای کسی کمک میرسانه همین قدر میفهمم که میگه ای دست از دست دیگه خبر نشه. فلهذا پلیسی ما کاملا متفاوت است. شاید دوست عزیز دیگه و یا آوازخوانای دیگه ما با نظریات یا پلیسی کاملا متفاوت از ما باشن. ما البته
اعتقاد ندارم و یا هیچ قضاوتی هم در موردشان نمیکنم، ولی نظر شخصی من همه قسم است. خب دوستای عزیز، خدا کنه که به سوالای شما عزیزا جوابای قانع کننده و پاسخهای قانع بخش داده باشم. در اخیر نمیخوایم که فراموش کنم که تشکری کنم از او سایت های اجتماعی که عکسایی که طی چند روز به دست نشر سپرده شده بود حذف کردن، البته بعد از درک حقیقت. و در اخیر از شما عزیزا تشکری میکنم، از او عزیزایی که بیشتر مرا سپورت کردن و پیام‌های بسیار زیبا و به اصطلاح سپورتیو ماندن. یک جهان سپاس، تشکر. من هم شما عزیزا رو دوست دارم و منتظر کار جدید هنری ما باشین. انشاءالله هر بار کوشش میکنم که بهتر و خوبتر بدرخشم. شما رو به خداوند پاک الهی هزار سپرده. شب و روز خوش داشته باشین.